این ساحه رشد توریسم، ساحه همه صنعت، ساحه استحصالات باید یک سمت پیشرفت باشد. توریسم پیش از همه اون شرایطی که در تاجیکستان هست، کوههای زیبا، منظره‌های زیبا، اون جاهایی که با دستگیری جناب عالی چقدر منظرها رو زیبا کردن، جاهایی که انگور باغ‌ها، سه جاهای زیباست. فقط آنها رو با یک سمت معین جای کردن در کار. شخصانی مثلا ثروتمند میتونن آنها با علاهیدگی جای کشایند برای مثلا کشادن ساحه توربازه ها، همون جایهایی که مثلا توریست ها بیشتر توجه میکنن آنها رو علاهیده جا کرده، مهمانان رو برده اونجا مثلا جا کنن، از حیات و مثلا از زیباییت طبیعت تاجیکستان اونها حلاوت برند. از اون حجت‌های استراتژیکی که تاجیکستان قبول کرده است، البته برای دولت ما و صاحبکاری خرد و میانه در بخش واقعی اقتصادیات رواج و رونق یابد. برای این البته امروز به قدر امکان شرایط‌ها فراهم آورده شده است. امروز در تاجیکستان مثلا نسبتاً قوه کاری ارزانتر هست که از این میتواند چه سرمایه‌گذار داخلی مثل چه سرمایه‌گذار خارجی استفاده کند. بغیر از این قانونگذاری جمهوری تاجیکستان زینه به زینه تکمیل یافته ایستاده است. وقتی که ما دولت اگراری هستیم، پیش از همه برای پیشبرد عموما اقتصادیات و ساحه‌های گوناگون وی در ساحه خواجگی قشلاق باید که مبلغ گذاری کنیم، چون که اساس استحصالات ما از ساحه خواجگی قشلاق می‌برد و خواجگی قشلاق می‌تواند که هم باعث رواج یافتن رشد صنعت سبک شود و هم باعث بلند برداشتن سطح زندگی مردم در خود دیه گردد. به ضمن این در شرایط امروزه برای اینکه اقتصادیات پیش رود، البته ما می‌دونیم که مبارزه با مقابل کروپسیا فسادی خیلی زیاد است، مبارزه وجود دارد، مبارزه رفته است، لیکن حالا این اقتصاد ثمره دوست نداده است، چون که اقتصادیات ما بیشتر پیش از همه کروپسیا می‌خورد. مثلا چطوری که از نتیجه تحقیقات اقتصادشون معلوم است، از 50 تا 7% اقتصادیات تاجیکستان این تنوع اکونومیک است، یعنی اقتصادیات مخفی که این باعث البته سوس شدن اقتصادیات تاجیکستان می‌گردد. مسئله دیگری که به این وابسته است، این مسئله سیاسی کادری است که سیاسی کادری ما باید که همین خیلی برای ما شود که آدم‌ها نه از روی محل بلکه از روی اختصاص، از روی کاردانی، لیاقت و از روی دانشی صاحبی داشتنشون تعیین کرده شود. تاجیکستان یک چیز گم کم اجازه داده نمیتواند، خیلی که نجاتش با وابسته است به نیروگاه‌های برقیش که هم خودش رو هم همسایه‌ها افغانستان، پاکستان نجات میدهند. نجات وابسته است با مواد غذایی هم که مثلا مواد غذایی ما از مواد غذایی که در مسکن می‌برند بعضا قیمت‌تر است، حالا که ما در میان زمین هستیم، در کشوری گرم هستیم و ذخیره‌های طبیعی هم که بالکل قریب استفاده نمی‌شود. اون ذخیره مگه استفاده شود، تاجیکستان یکی از کشورهای بسیار مترقی پیشرفته میشه، اونجا محتاج کسی نمیشد و در رشد نه تنها خودش بلکه رشد همسایه‌ها هم و عموما دنیا هم یک ذره کوچک سهم گذاشته میتونه. در همون حالت ما میتوانیم که اگر قوه برق در همون شرایطی که راغون به کار درآید، قوه برق اگر رسپوبلیک ما تامین شود، انا همون وقت ما میتونیم که کریزیس اقتصادی کارخانه‌های صنعتی برآید. نباشم کارخانه‌های صنعتی یگان راهی ای کریزیس برآمدن دیگه ندارند. اصلا بگیریم به تمام ساحه‌ها، ولی در زمان پیشرفت علم و فرهنگ و تکنیک معاصر ما البته به رشد ذهنی جامعه بیشتر توجه کنیم، چرا که چطوری که می‌بینیم ما امروز یک مردم متمدن ولی کشورهایی بودن که مثلا اصلا تمدن نداشتن و امروز آنها بسیار پیشرفته هستند. مثلا گریم سنگاپور، مالزی، اون کشورهایی که اصلا سابق هیچ کس نام آنها را نمی‌دانست. همین دانش ذهنی و فرهنگ ذهنی بود که آنها در امروز خیلی پیشرفته هستند و ما باید بر آنها برسیم و از آنها بگذریم.